یه خاطره‌ای هم بگم. تو دورانی که پرسپولیس مربی بودم، سرپرستون به ما زنگ زد، خیلی پیگیر بود که شما با یه شماره تماس بگیر، این میتونه خیلی کمک کنه. گفتم بابا دست از سر من بردارید، اصلا این مسئله رو من بهش اعتقادی ندارم. خلاصه اینقدر گفت مدیر عامل، یعنی شاید مثلا 100 بار سر این موضوع زنگ. گفتم خب حالا شماره‌ش رو بده، بگو به من زنگ بزنه. خلاصه باهاش صحبت کردم، زنگ زد، گفتش که 2 رو بذار اونجا، 7 رو بذار اونجا. گفتم بابا این که اصلا به تو ربطی نداره، چیکار به این داستانا داره. اون طرف میگفت آره میگفت این 2 رو 7 رو بذار اینجا، من 11 رو بذار اینجا. اومد به من گفتش که بازی آینده شما بازی رو 1-0 میبرید، گلتون دقیقه 43 با پنالتی. گفتم بابا برو، چی داری میگی بابا، دیگه در این حد دیگه نمیتونی کمک. خلاصه بازی شروع شد، دقیقه 43 همین اتفاق افتاد. یعنی همون لحظه که پنالتی شد من فقط سرمو اینجوری بردم سمت اسکوربورد ببینم دقیقه چنده. گفتم خدا 43 نباشه. نگاه کردم دقیقاً 43. گل هم شد، پنالتی هم گل شد، بازی رو هم 1-0 بردیم. دیگه زنگ نزدید؟